میگویم که این یکی در استانبول تعیین شد و کامپیوتر رو دزدیدند. شاید او دزدیده باشد یا این ناممکن است. مشخص یکان چیز را میدانی یا اینکه تخمین میکنی؟ تنها احتمال دارد میگویم این از نگاه من است. اگر میداشت تو این وقت میکرد. انتقام چیزی بد است پسرم. با پول ما خوانده پروکورور شد و بعداً از ما روی گردانید. به این هم اگر تو بر این اکا نمی داشت نه پروکورور می شد و نه آدم. آفرینت باد که به من نگاه نکرده دادرت را دائما محافظت می کردی. اگر دادری من باشد جیانی تو هم هست آقا. مگر تو نبودی که در حیات بغیر از آیله دیگر همه دروغ است میگفتی؟ وقتم را نگیر، من کار دارم. بفرمایید. محترم پروکورور، дароям من از شعبه تشکیلات سرروبر جیم چینر هستم. مرا دعوت کرده اید. درو پوشید. فهمو. گپ‌هایم بسیار مخفی است. مدیر حکم گفتند که یک تفتیشات بوده است و با این سپاریش مرا مناسب دیده اید. اولا فخر کردم. با شما کار کردن برایم شرف است. من هم شما را پرسجو کردم که یکی از پلیس های باوریناک تشکیلات هستید. شما را برای همین انتخاب کردم. تشکر. آنچه که تحقیق میکنی بسیار نازک است. نمیک امیرхан را پرسجو میکنی. یعنی صاحبکار نمیک امیرхан که همه او را خوجه خیزر میگویند همون؟ چون این بایگری های بسیار تنها با نیکی به دست نمی آید. در زیرشون یک چند جسد ها خوابیده است. یعنی آن مرد با شهرداری نامزد است و خلق بسیار دوستش هم می دارد. با بالای این من یک خواهر دارم که در بیمارخانه دکتر است و آشیانه بالای بیمارخانه هشون رو آشیانه کودکانه کرد. اصلا چونین بعضا نه همه چیز مثل خواستت می شود. رابری کلان تو از من خوبتر می دونی که از من پیشتر دیگر پروکورور هم خواسته است که جستجو کند، اما با سبب کم بودن دلیل پرسجو سر نشده است. من فکر کرده شبهه پیدا کردم که این عائله با قاچاق سلاح دست دارد. تو باید با موادهای داخل کامپیوتر خوب اهمیت دهی. از این برمیاد که در درون آن چیزی هست که پنهان شدنش را نمیخواهند. شاید عاید قاچاق سلاح یگان چیز باشد. فهمیدم پروکورور. میخواهید که من از همه پیشتر آن کامپیوتر را به دست آورم. کسی او را نیافته باید ما او را پیدا کنیم. اینچنین از این عملیات بغیر از من و تو و مدیر باید کسی خبردار نشود. فهمیدی؟ فهمو جناب پروکورور. خدا نگهبانتون باد. یگان حادثه ناخوش شد. این در روزهای نزدیک نشده است. از آوان کودکی است. به صدمه نقلیاتی گرفتار شدم. اگر اجازه دهید من میروم. روزی خوش. کنی همه به دسترخوان بیاد. گوشت پخت. تقاید نمیک از فرم فرستاده است. یگید کجاست؟ ها می آید. پسرم دو که گوشت بریان خنوب می شود. این ماشین ویران شده است. یاری دی هم یگید
فرهاد یگان کار کن. آروم شو دادرم، آروم شو. اکا پایم معیوب میشود اکا. طاقت کن دادر جان، طاقت کن. مادر اکام صحت می شود؟ صحت می شود، صحت می شود. چی شد دکتر؟ دادرم راه گشت نمیتواند. راه میگرده جناب پدر. خیر؟ اما کمی میلنگد. چی شد اکا؟ راه میگردم. البته راه میگردی و برای این چیزی که لازم باشد میکنم. برای تو تقایم نمیک دکترهای بهترین را میآورد. نمیخوام. یگید دادر جان، تو با اکات باور کن، فهمیدی؟ تو هم با من باور کن اکا. اگر 10 سال پیش با بالو ایستاده در دکان پدرم کار میکردیم زندگیمون خوب میشد. تو دانشگاه را تمام کن. حالا جوان هستی. کاری که من کرده نتوانستم تو بکن. مرا آویزن هم مجبورم که برای عائله‌ام چیزی که لازم باشد بکنم.